خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. برای شروع دوست دارم که یه معرفی کوتاه از خودت اونجوری که دوست داری انجام بدی. منم خوشحالم اینکه تونستم امسالم بیام نمایشگاه گرنوبل. حدود 7 ساله که میام اینجا و سعی میکنم بهترین محصولات ایران رو بیارم همیشه همراه. رامین جان، از کجا شروع کردی؟ در واقع چه مسیری رو داشتی؟ آیا همیشه همینقدر راحت بوده؟ چی شد اصلا اومدی توی این کار؟ چی شد این انتخاب رو انجام دادی؟ واقعیت من مثل خیلی از دانشجوهای قدیم ایتالیا که وقتایی که آزاد بودیم دنبال این کاری بودیم پارت تایم که انجام بدیم، به خاطر دیگه میدونیم به خاطر یک درآمد کوچیکی داشته باشیم. اون سالا دوستان ایرانی می اومدن تو ایتالیا، خب اجناس مختلف ایرانی رو می آوردن و منم چون ایتالیایی بلد بودم و انگلیسی سعی می کردم که وارد بشم تو نمایشگاه، هم کمک کنم، هم کار کنم، هم فروشندگی بکنم. نمیشه گفت این کار با فروشندگی شروع کردم و نه اینجوری نبود، به این شکل نبودش. روزای سخت و بالا پایین زیاد داشته، آزمون و خطا زیاد داشته برام، روزای استرس‌زا زیاد داشته، چون وقتی یه جنسی از یک کشور دیگه، حالا ایران خب 7000-8000 کیلومتر بعد مسیر جنسی طی کنه بیاد برسه، 1000 اتفاق میتونه براش بیفته. از گمرک ایران که خارج بشه تازه میشه گفت استرس ها شروع میشه تا وقتی اینجا ترخیص بشه و بیاد رو غرفه ما رو استند و به فروش برسه. روی این حساب خب خودم خیلی فروشندگی رو دوست داشتم. از بچگی من فروشندگی میکردم، ما بهش میگیم دور تو دور، در به در، و جالب بوده. ویزیتوریم کار میکردم، گهگداری تهران. فروشندگی رو خیلی دوست دارم. قبل از اینکه شروع کنیم در واقع به ادامه صحبتمون، میخوام یه سوالی ازت بکنم. اگر فردا ما در واقع این کار نباشه، یعنی این کار دیگه امکانش وجود نداشته باشه، معمولا از کسایی که کسب و کارهای دیجیتال دارن من میپرسم اگه فردا اینترنت قطع شه، درست، ولی فرض کن فردا این کار رو نتونی بکنی به هر دلیلی، فردا چی کار میکنی؟ میرم یه جنسی دیگه پیدا میکنم میفروشم. اوکی، پس کلا دوست داری که در واقع فروش رو خیلی دوست دارم. فروش، تو کانتکت بودن، در ارتباط بودن با آدما رو خیلی دوست دارم. یعنی هیچ وقت خودم نمیتونم تصور کنم که توی دفتری نشستم کار میکنم تنهایی روزمرگی و برمیگردم خونه. خیلی یه سری خوبی‌ها داره اون کار، یه سری هم ولی برای من نیستش که امتحانم کردم. خیلی سالا من تو فرودگاه کار کردم ولی ترجیح میدم اینجا باشم، تو بازار باشم، با مردم صحبت کنم، با زبانایی که صحبت میکنن سعی کنم ارتباط بگیرم و خلاصه میگرم یه جنس دیگه پیدا میکنم باز میفروشم. دکاف. پس چیزی که به نظر تو به واقع ارزش داره اینه که تو بتونی در واقع یک جنسی رو به مشتری در ارائه بدی، جوری که من متوجه شدم، و اینکه از ارتباط گرفتن با مشتری‌ها، با مردم به زبان‌های مختلف لذت میبری و فکر می‌کنم اینه که در واقع کارت رو میسازه. دقیقاً. حالا میریم سراغ ایده اصلی کاری که داری انجام میدی. سوال اینه که چرا کارآفرین شدی؟ زمانهایی بود که شکست بخوری و چی باعث میشد که بلند بشی؟ مهمترین دلیلش این بود که من همون دوست نداشتم هیچ تو دفتر کار بکنم، تو شرکت کار بکنم. میخواستم خودم باشم، روزم و هر ساعتی میخوام شروع کنم. یه روزی ساعت 3 صبح برم سر کار تا 7 صبح روزم رو جمع کنم، یه روزم نرم سر کار. و هر چقدر قدیم خب سنم پایین ترم که خیلی مسافرت میکردم. روی این حساب یکی از دلایلی که تنها شدم و بیزنس خودم رو دارم این بود. آیا زمانی بود که شکست بخوری و بخوای بلند بشی؟ چی باعث شد؟ چی به تو انگیزه داد که دوباره بری جلو بلند بشی؟ گفتم تو این مراسمی، تو این رفت آمدایی که پیش میاد، تو این مسیرایی که ما
سعی میکنیم خرما بیاریم، جنس رو بیاریم، از محصولات بیاریم از ایران یا از هر جای دیگه. مثلا از کلمبیا قهوه آوردم یه بار، خیلی خوب خطرناک بود. از کلمبیا وقتی جنسی به نام من بار میشه به سمت اروپا، هزاران اتفاق میتونه براش بیفته. یا روغن زیتونی خریدم از ایتالیا، باهاش قرارداد بستم، میتونه همش شکسته به دستم برسه که خب اینا خیلی ریسکای بزرگیه. باید تا در تک تک نقاط این حتی بسته بندی شدن روغن زیتون باشیم. میشه بیمه کرد، میشه خیلی کارا دیگه کرد، ولی بازم این دردسرایی که بعد از این ماجرا میاد میتونه اصلا یه کاری بکنه که 2-3 ماه از وقت من گرفته بشه هیچ کار نتونم بکنم. ریسکای زیادی داره. یه بارم که خب یکی از همین سالا من نمایشگاه داشتم میلان، کامیون ما راه افتاد. هیچ وقت اینجا این اتفاق تو اروپا نیفتاده ولی کل این تریلی سوخت، آتیش گرفت، سوخت. واقعا؟ و بیمه بود؟ بیمه بود خدا رو شکر. ولی خب ما اون سال مشکلات عدیده خودمون غرفه‌های بزرگی گرفته بودیم، همه کارامون انجام دادیم، محصول نداشتیم بفروشیم، مجبور شدیم یه محصول دیگه اون لحظه آخری پیدا کنیم که خیلی به در نخور بود. 70% رفت دور ریخته شد. اکتیویته اصلی چیه؟ چون فکر کنم تا الان خیلی در مورد اکتیویته اصلی صحبت نکردیم. کار اصلی که الان توی این نمایشگاه داری انجام میدی چیه و کلا کار اصلی چیه؟ و آیا با توجه به اینکه میخوام حالا سوال یه ذره بازتر کنم، خرده فروش هستی، عمده فروش هستی، بی تو سی کار میکنی، بی تو بی کار میکنی و چه جوریه کاره؟ این نمایشگاه ها که میگن نان پروفشنال بی تو سی هستن. کار من عرضه محصولاته و تو این حین سعی میکنم همیشه تو هر نمایشگاه که شرکت میکنم 1 یا 2 عمده فروش یا بی تو بی پیدا کنم که هدف اصلی من اونه. کار من عمده فروشیه، به مغازه‌های کوچیک و بزرگ محصولات میدم، ولی خب این دیتیلز هم باعث میشه که یک مارکتینگ ریشه‌ای تو جامعه ایجاد بشه. حدود 95 تا 100 هزار نفر اینجا بازدید کننده داره، شاید 20%شون خرمای من رو امتحان کنن، خرمای ایران رو بشناسن، محصولات ایران رو بشناسن، وقتی جای دیدن بخرن یا به بقیه پیشنهاد کنن خریداری بشه. یه جورایی هم مارکتینگ، یه مارکت ریشه داری دارم تو این شهر و سعی میکنم تو این حین عمده فروش‌ها رو پیدا کنم. پس اینجوری که متوجه شدم محصول اصلیت خرما هست و به بازار اصلیت هم فعلا اروپا است. تو چه شهری کار کردی؟ تو چه شهری قراره کار بکنی؟ محصول اصلی خرما، زعفرون، پسته به همین ترتیب هستش ایران. ولی خب کنارش محصولات کوچیک و بزرگ ایرانی، مایحتاج روزمره یک ایرانی خارج از کشور رو دارم که اضافه میکنم. من از سال 2010 خیلی زیاده، همه رو بگو. نروژ، هلند، شهرهاش هم بگم خیلی زیاد میشه. بلژیک، نروژ، اسلو بودم، استونگر بودم، برگن بودم، کریستیانسن بودم. بعد تو بیایم پایین هلند، آمستردام بودم، بلژیک، آنتورپ، بروکسل بودم. در فرانسه لیل، پاریس، استراسبورگ، متس، گرنوبل، شامبری، مارسی، نیس، مونپلیه کار کردم. ایتالیا میلان و روم بودم، آلمان هامبورگ، مونیخ چند بار رفتم برای نمایشگاه بی تو بی و در سوئیس بیشتر اوقات لوگانو و ژنو بودم. قسمت شمال نرفتم چون آلمانی بلد نیستم. اوکی. خب چقدر فکر می‌کنین اولا اینکه چند تا زبان بلدی صحبت بکنی و چقدر فکر می‌کنین که آموختن زبان‌های مختلف میتونه واقعا کمک بکنه به هر آدمی توی اینکه کسب و کارش رو گسترش بده؟ همین وقتی در کانتکت هستی با مردم، ببخشید من یکی از مهمترین شهرهای کشورها یادم رفت بگم. بگو اشکال نداره اضافه روسیه، مسکو و کالینینگراد، چون روسی هم صحبت میکنم. خیلی عالی. خب من میشه گفت فارسی، ارمنی، روسی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی رو خوب صحبت میکنم. عربی و اسپانیایی رو کامل میفهمم، زیاد صحبت نمیکنم چون تمرین نداشتم. ببین من یه قسمتی دارم توی برنامه‌ام که از طرف مقابل میخوام که اگر بازی تو ذهنش هست که تو 2 دقیقه میتونیم انجام بدیم، با هم انجام بدیم. ایده جالبی تا حالا بهش فکر نکردم. پیشنهاد خودت چیه؟ من گلیا پوچ.
اولین چیزی که تو ذهنمه گلیاپوچه. خب برای اینکه گلیاپوش بازی کنید خب همه میدونیم که خیلی ساده است دیگه. باید اولین کاری که می‌کنید یه گل آماده بکنید. خب یه گل می‌خوام آماده کنیم، خیلی ساده. من می‌خوام به دکور اینجا دست نزنم و سعی می‌کنم با مگنتی که تو جیبم دارم این کارو انجام بدید. درست که می‌خوای شما شروع کنی یا من؟ شما شروع. اوکی. پس این مگنت هستش. بله. اینو در واقع بازی کنم. یکی من. یکی شما. دو تا شما. خیلی بدم تو گلی هم ما تو با ایرانی اینجا بازی میکنیم به خاطر همین. سه تا اصلا من حرفه‌ای نیستم تو گلیاپوشا. گل فقط نشون بده. بعد نشونت بدم؟ اولش نشونم بده. بیا. اوکی بده. بدون گل بازی کنیم ما. این دست 3-1. خب گل این دست 4-1. گلش هم یکم بزرگه. آره یکم بزرگه، باید ساچمه باشه که راحت تر گلای گرد گل نمیخوره زیاد. این دست 4-2 برد شما. خیلی نزدیک بود. اصلا درد نکنم 4-2 برد که شرکت کردی توی این چالش. خب سوال بعدی که میخوام بپرسم ازت اینه که در واقع تعریف خودت رو در واقع از کارآفرینی بگی. حالا کارآفرینی آیا واقعا مثلا ایجاد کردن یه کاری که وجود نداره؟ آیا کارآفرینی اینه که کاری که دیگران دارن میکنن رو دوباره ما انجام بدیم، یا نه مثلا کارا رو دور سپاری کنیم به دیگران بگیم آفرین؟ واقعیت کارآفرینی برای من که گفتم یک فروشنده بودم و فروشندگی رو خیلی دوست دارم، لذت میبرم واقعا از این که کانتکت باشم و چیزی رو بفروشم و فیدبک بگیرم، خوشحالی مردم و خوشحالی دوستان کلاینت و مشتریامو داشته باشم. کارآفرینی برای من فکر کنم گزینه 2 باشه. اینکه یه بنده خدایی هم من میشناختمش تو میلان، به من گفتش که وقتی وارد لاس وگاس میشی تو هتل سزار یه چیزی نوشته که هر کاری که خوبه کپی پیستش کن، نه رو از اول شروع کن. این بنده خدای بزرگی بود، کار فرش میکنه تو میلان، خیلی سنش بالاست، 87 سالشه الان فکر کنم، و یکی از ایرانیای موفق تو فرش تو ایران. به من اینو گفت، ولی من خودم هم قدیم دوست داشتم همیشه برم این کاری که هست و بگیرم دیولوپش کنم، بهترش کنم. کسی نبودم برم یه چیز جدیدی بیارم بذارم، شاید هم خیلی بهتر باشه این کار، چون نوآوری یه کار جدید همیشه خب زحمت و تلاش خودشو داره، سختی خودشو داره، ولی سعی کردم اون کاری که داره خوب پیش میره مثل همون انجام بدم. حالا شاید بگن تنبله، کپی میکنه، پیست میکنه، نه واقعا خیلی سخته. یعنی از دور دیدن یک غرفه توی نمایشگاه شاید خیلی ساده باشه. من دوستام که میزدن بهشون میگفتم حالا دیگه فرما رو برداشتین گذاشتین تو کانتینر رو زنگ زدی برات ریختن تو کانتینر، اینجا هم که زنگ زدی گمرک برات ترخیص کردن اومده اینجا، حالا اینجا هم که ما داریم میفروشیم. ولی واقعیت اینجوری نیست. این مسیر خیلی بزرگیه، خیلی ریسکی، خیلی زحمت پشتشه، شاید شبها بیخوابی باشه پشتش و تا برسه به این فکر میکنم گزینه شماره 2 بم بیشتر باشه. اوکی. خب ببین حالا میخوام یه در واقع کاری رو انجام بدیم که قراره تو برنامه‌ام روال بشه. بله. و اون اینه که 3 تا از ایده هایی که در واقع یا اجراشون کردی قبلا خودت، حالا موفقیت آمیز دیده شکست خورده، کاری نداره،
یا الان داری انجامش میدیم چون میتونی کار خودت رو در واقع پیش کنی، یا اینکه در واقع یه ایده که همین الان به ذهنت رسید تو اینجا تو نمایشگاه دیدی گفتی چقدر خوبه این کارم میشه اجرا کرد و این حرفا. این سه تا ایده رو در واقع یک دو سه می‌کنیم، هر کدومو مثلا نزدیک زیر یک دقیقه اینا رو پیچ کن. فرض کن که واقعا ایده که مخاطب قراره ندونه که تو این کارو انجام دادی یا ندادی، انگار میخوای ازش دفاع کنی با موتیویشن، میخوای پیچش کنی ایده رو و بعد قرار مخاطب به این نتیجه برسه که آیا این کار تو بوده یا اصلا نه این کاری تو شروع کردی موفقیت آمیز بوده، آیا شکستت بوده و بتونه حدس بزنه با این بازی کنه. یعنی ما بتونیم با مخاطبامون هم در واقع اینا رو دخیل کنیم توی نتیجه گیری. حاضری؟ اگه حاضر بودی بهم. آره بله. پس ایده شماره 1. ایده شماره 1. من خب شهرهای زیادی میرم و نمایشگاه زیادی شرکت میکنم. میخواستم که این وقتی اون روزی که از اینجا میرم همه مشتری از من میپرسن از کجا من محصولات دوباره تهیه کنم، مثل که اون سالا محصولات مغازه‌های ایرانی یا نبودن، محصولات اورینتال نبودن، مغازه‌ای که بفروشن. میخواستم تو هر شهر که میرم یه باکس کوچیکی اجاره کنم و یه مقداری از اون جنس بذارم که برای اینکه بتونن آنلاین مشتریان بعداً دوباره خرید. اوکی. ایده شماره 2. ایده شماره 2. سال 2016 وقتی که این والت های تلفنی باب شده بودن تو اروپا و ایران هنوز جا نیفتاده بود، یه سری چیزا جا شده بود. یکی از دوستان به من ایده داد، دوست ایتالیایی داشتم که بیا بریم ایران این ایده رو شروع کنیم، راه بندازیم. من رفتم ایران، دنبال شخصا آدمایی که این کارو میکردن گشتم. پدرم معرفی کرد، دوستانی داشتش تو بانک. شروع کردم ولی سریعا شکست. ایده شماره 3. با این دهکده جهانی که درست شده و همه مردم همه نوع غذایی میخورن، یه دورانی یادم بود 20 سال پیش مثلا ما از ایران که رفته بودیم بیرون فقط خب دوست داشتیم غذای ایرانی بخوریم، هیچ غذای دیگه هم امتحان نمی‌کرد. ولی الان همه غذایی رو میخورن. تو فرانسه غذای ژاپنی رو میخورن، تو ژاپن غذای فرانسوی رو میخورن. یه ایده جدیدی داشتم، یه غذای ایرانی بهش میگن فرانسوی شده، فرانسیزه، درست کنم با مدل کره‌ای به مردم بدم. توی یه نمایشگاه این کارو کردم. خیلی تو فکرش هستم که یک رستوران کوچیکی، اسنک کوچیکی شروعش کنم و ببرمش جلو. خیلی ممنونم از اینکه توی این قسمت هم در واقع شرکت کردید. به نظر یک کارآفرین باید فکر و ذکرش کلا کارش باشه یا اینکه یه پسیون دیگه، یه علاقه‌مندی دیگه کنارش داشته باشه خوبه و اصلا به نظرت میتونه کمکش کنه، یا تو چجوری میبینی؟ 100% یک کارآفرین به نظر من باید کلی هابی کنار کارش داشته باشه که اون علاقه‌مندی ها انرژی به این بده. چون توی یک کریری افتادن، توی یک کاری رو شروع کردن 100% انرژی آدم رو میاره پایین. چیزهای مشکلات کار، منفی بودن ها، کلن وایب منفی تو طول روز. حتما باید حالا یه علاقه جاتی، یه برنامه، یه از روزمرگی در بیاد، حالا از اون روتین بهش میگن. علاقه‌مندی خودت چیه تو زندگی غیر از کارآفرینی؟ من خیلی خب من نزدیک دریا زندگی میکنیم، دریا رو دوست دارم، تابستون میرم کنار دریا و اینکه سعی میکنم اگر بتونم هر لحظه برم ورزش کنم. اوکی. چون وقتی ورزش میکنم میدوام بیشتر خیلی ایده میاد تو ذهنم، بیشتر کارهای مفید زندگیمو بعد از 2 انجام داد. خب پس به کارآفرینو بگیم بدون یا حداقل من شنیدم از دیگران شنیده بودم که راه برین. آره. یه بنده خدایی بود گفت یه انرژی پشت مغز آزاد میشه
که خیلی 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 خوب تاثیر میذاره تو مثبت بودن. فرض کن میخوای یه هدیه برای مهمون بعدی ما بفرستی، چی بهش میدی؟ در هدیه‌ای که خودم تو این 2-3 سال اخیر بهش رسیدم فکر کنم از هر هدیه مادی بهتره. واقعیت خیلی خیلی قویه این که نگران نباش، خبری نیست، هیچ خبری نیست، همین لحظه هم هست، فردایی نیست، تو لحظه زندگی کنیم. این واقعا درسته، چون که خبری نیستش. این که ما نگران فردا باشیم شاید خیلی نکات مثبت و خیلی نکات پیشرفت امروز از دست بدی. تنها بگم راحت توی جمله نگران فردا نباش. اوکی، ممنونم ازت. اگه یه چیز مهمی باشه که در واقع بگی که اگر اون چیزم ازم گرفته بشه حاضر نیستم دیگه کارآفرین باشم، اون چیه تو زندگی؟ یه چیزی مثلا میگه آقا اگه این شرایط پیش بیاد من دیگه حاضر نیستم به کارآفرینی، به این کاری که دارم میکنم ادامه بدم. یه چیز چه ارزشی میتونه باشه؟ حالا هر چیزی برای آدمای مختلف میتونه متفاوت باشه. میخوام ببینم برای تو اون چیه. برای ما که خب یه محصولی بیشتر محصول خوراکی، غذا، فود کار میکنیم، کیفیت مواد غذایی اگر خوب نباشه واقعا ترجیح میدم هیچ وقت کار نکنم، چون که دقیقاً تأثیر میذاره. یعنی اگه اون تامین کننده یا اون کسی که ازش میخوای جنسو بخری، کشاورز حالا که داری جنسو ازش تهیه میکنی، کیفیتش خوب نباشه، ترجیح میدی اون کارو نکنی؟ ترجیح میدم اون کارو دیگه نکنم یا بگردم دنبال 100% کیفیت بهترش. نمیتونم سریعا این کارو بذارم که برم دنبال این کار دیگه، ولی ترجیح میدم که همیشه اون کیفیت خوبو بیارم، چون چیزی که ما میخوریم و چیزی که ارائه میدیم خیلی مهمه. آیا چیز احساسی هست تو زندگی که بگی اگر این احساسم به خطر بیفته تو زندگی در واقع کارم رو متوقف میکنم؟ خیلی سواله، میدونم که یهوییه و سورپرایز میشی و خیلی تو فکر میری، ولی اشکال نداره. این جوابت الزاما جواب بهترین جوابت نیست، ولی اولین جوابته. خواهش میکنم. خب خیلی دور بودن از خونه. خیلی دور بودن از خونه بیش از حد نه. برای همین میخوام یک مقدار، یک کمی نمایشگاه هایی که دورن از میشه گفت خونه رو آوتسورسشون کنم، اگه بتونم کوتاه‌ترا رو شرکت کنم، چون که همون که گفتم امروز شاید امروز تو خونه بیشتر خوش بگذره. متوجه چی میگم؟ آره دقیقاً گرفتم. نمیخوام حالا کلا بازش کنم، بازم خیلی احساسی میشه، ولی خب شاید در کنار خانواده بودن همیشه برای من خیلی ارزش داره. اگر که کسی بخواد با همکاری بکنه یا بخواد ازت چیزی یاد بگیره یا بخواد باید در ارتباط باشه، مثلا یه راهنمایی بهش بدی یا حتی باهاش همکاری بکنی، آیا به قبلا بهش فکر کردی؟ آیا راهی وجود داره واسه یه افراد که بتونن با تو همکاری بکنن؟ خیلی خیلی دنبالش هم بودم، کسی که اندازه خودم انرژی بذاره، اندازه خودم با بیزینس احساسی برخورد کنه، انقدر باش خوب رفتار کنه مثل یه بچه. خیلی دنبالش هستم، کسی که واقعا انرژی، همون انرژی که من میذارم با 100%، نه 99%، نه 70%. چون تو فروش ما یه قانونی داشتیم از بچگی، همیشه بهمون میگفتن، فروشنده‌های قدر هم میگفتن فروش مثل کلیده، اگه یکی از دندونه‌هاش یک کمی به کج باشه یا کوتاه یا بزرگ باشه، این کلید داخل در میره ولی نمیچرخه. آره. روی این حساب اگر 100% نباشی رو فروش، همینجور که اینجا دیدی، حالا ما جنس‌های خیلی گرون قیمت نمیشیم ولی فرق نمیکنه، چه شما پورش بفروشی 90,000 یورو، چه یه جنس 99 یورو، اینا جفتشون ارزش 100% برای اون مشتری دارن. چه بسا محصولات خیلی ارزونتر ارزش خیلی بالاتری دارن، چون کسی که میتونه یه چیز 90,000 یورویی راحت بخره 7-8 تا از اون 90,000 یورویی داره خونه، ولی کسی که یک بار میخواد فکر کنه 9 یورو 10 یورو من میخوام خرج کنم جنسی که نمیدونم، خیلی براش ارزش داره. متوجهی؟ روی حساب اگه 100% نباشم یا 100% نباشی تو اون فروش، احساست نباشه، توضیح نباشه که این چیه دقیقاً، اون فروش
ولی در مورد اینکه اگر کسی ازت راهنمایی بخواد فرصت میذاری؟ آیا مثلا دوست داری آدمی هستی که باز باشی یا فرصت نداری؟ 100% آموزش میدم 0 تا 100 فروشو، ولی خوب نیستم زیاد تو آموزش دادم واقعیت. به صورت دوستای قدیمیم همیشه میگفتم به صورت فشرده دیکتاتوری آموزش میدم که باید 100% اون باشه. حالا شاید خصوصیت آبانی هستی نمیدونم. چون آبانی هم هستی پس. بعد ولی خب 100% میذارم. به قول میگم همه همکارای ما فروشنده های انگلیسی بودن میگن I put my heart between، قلبم میذارم و کاملا آموزش میدم و 0 تا 100 فرقی هم نمیکنه، چون من تو این سالا فقط مواد غذایی نفروختم، پارتای لوازم یدکی ماشینای سنگین فروختم، کارهای دیگه هم کردم. فرقی نمیکنه چی میفروشی، ولی اگر کامل اطلاعاتت کامل باشه، همه استپای فروش رو رعایت کنی 100% میفروشی. کجای زندگی چرا من نرو گفتی؟ چه زمانی شد که رامین گفت چرا من نه؟ کجا این لحظه واسش به وجود اومد؟ دقیقاً اون سالی که من نمایشگاه کار میکردم، فروشنده بودم، این حس کردم که چرا من نه؟ پس خودم هم شروع کنم جنس از ایران بیارم، شروع کنم اینجا فروختن محصولا و شروع هم کردم. خیلی سخت بود ولی شروع کردم. یا بخوای ویزیونتو بگی برای چند سال آینده، چه ویزیونی داری؟ میخوام صحبت رو در واقع جمع کنم. اینه که واقعا خیلی محصولات زیادی تو ایران هست با کیفیت خیلی بالا، ولی هیچ وقت عرضه نمیشه تو. خب به خاطر تحریمات خیلی سخته که برگردم. آیا فکری داری مثلا فکر وجود راهی داره؟ فکری دارم، یکم پیچیده است، سخته، ولی مثلا با همین مواد خوراکی سری محصولاتی هستن که خیلی اینجا با ارزشن، ولی هنوز نمیرسن بیان به خاطر استانداردهایی که ما نداریم، به خاطر حمل و نقل، به خاطر پیچیدگی حمل و نقل، چون بعضیشون باید با سرخونه‌ای بیان اینجا، با وسایل یخچالدار بیان. برنامه‌م اینه که بتونم محصولاتم بیارم ارائه بدم از ایران. اوکی. پس اگر کسی توی ایران در واقع تولید کننده هست یا کشاورز هست یا کسی هست که بتونه با تو فعالیت کنه، علاقه داری که در واقع باهات تماس داشته باشه؟ دقیقاً. اوکی. خب آیا سوالی مونده که من ازت نپرسیده باشم و خودت دوست داشتی که من ازت بپرسم و در موردش حرف بزنی؟ سوالاتون خیلی جالب بود برام، خیلی حرفه‌ای بود. نه آقا بریم آقا.